مذاکرات صلح روسیه و اوکراین پس از 3 سال در استانبول مذاکرات صلح را آغاز کرده‌اند. پایان سفر ترامپ سفرش به کشورهای عربی را با امضای یک قرارداد تاریخی پایان داد. تعیینات جدید در امارات اسلامی، قماندان امنیه بامیان و سمنگان جابجا شدند. رئیس استخبارات بلخ رئیس توپچی وزارت دفاع شد. واکنش پزشکان به حرفهای ترامپ. پزشکیان میگوید که مردم نمیدانند به کدام حرف ترامپ باور کنند. این همه گزارش‌ها را در 60 ثانیه بیننده باشید. پایان سفر ترامپ به کشورهای عربی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 26 سال سفر 4 روزه خود را به کشورهای عربی با ترک ابوظبی به پایان رسانید. در این سفر آقای ترامپ با رهبران کشورهای عربی دیدار کرد و قراردادهای اقتصادی بزرگ از جمله توافق 1.4 تریلیون دلاری را با امارات متحده برای سرمایه‌گذاری در بخش هوش مصنوعی به امضا رساند. ذبیح مجاهد سخنگوی امارات اسلامی در اکسش گفته است که بر اساس حکم رهبر امارات اسلامی تعیینات جدید در ادارات حکومتی صورت گرفته است. وی نوشته است که حبیب الله شاکر قماندان امنیه ولایت سمنگان به حیث قماندان امنیه ولایت بامیان، سید محمد حنیف عباد قماندان امنیه ولایت بامیان به حیث قماندان امنیه ولایت سمنگان تعیین شده است. آقای مجاهد افزوده است که رحمت الله ناظم رئیس قبلی استخبارات ولایت بلخ به حیث رئیس توپچی وزارت دفاع تعیین گردیده است. آغاز مذاکرات صلح میان نمایندگان روسیه و اوکراین. مذاکرات صلح میان نمایندگان روسیه و اوکراین امروز جمعه 26 ثور در استانبول آغاز شده است. این اولین مذاکرات مستقیم صلح میان مسکو و کیف در بیش از 3 سال گذشته است که تحت فشار رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به مرگبارترین درگیری اروپا در زمان جنگ جهانی دوم برگزار می شود. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 3.4 میلیون افغان از سال 2023 تا اکنون به گونه داوطلبانه و اجباری از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته‌اند. این سازمان با نشریه‌ای در اکسش تاکید کرده است که بازگشت مهاجران افغان باید به شکل داوطلبانه و با عزت انجام شود. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل گفته است که تنها بیش از 250,000 تن از 3.4 میلیون افغان در ماه گذشته یعنی از اپریل به کشور برگشته‌اند. مسئولان در شفاخانه ولایتی سمنگان گفته است که یک زن در این شفاخانه 4 نوزاد پسر به دنیا آورده است. محب الله بهاری عامل این شفاخانه گفته است که این زن باشنده قریه کوکچر بوده که ولادت روز گذشته 5مین ولادت او بوده است. وضعیت صحی مادر و نوزاد قناعت بخش گزارش شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به سفر ترامپ به کشورهای عربی در نشست در ایران واکنش نشان داد. پزشکیان گفت که ترامپ از یک طرف اصل حرف میزند و از سوی دیگر میگوید که ابزار درست کرده ایم که میتواند دنیا را ویران کند. و تاکید کرد که مردم با کدام حرف ترامپ باید باور کنند، پیام صلح یا پیام کشتار و نابودی انسانها. وزارت عدلیه با نشر خبرنامه از سفر عبدالحکیم شهری سرپرست این وزارت به روسیه برای شرکت در 13مین نشست مجمع حقوقی بین المللی سنت پترزبورگ خبر داده است. بر اساس خبرنامه این وزارت سرپرست وزارت عدلیه در این سفر در مورد ماهیت قوانین، لزوم اصلاحات در قوانین بین المللی، تامین عدالت و جایگاه امارات اسلامی در روابط بین الملل بحث خواهد کرد. با لایک و سابسکرایب نمودنتان از مهمترین تحولات افغانستان و جهان در 60 ثانیه آگاه شوید.